بورک، میمون نواز، پاکیزه، پیراسته و راحت بخش. غذایش هم طبیعی، توان بخش و ارگانیک است. آمدن را به این مکان همیشه توصیه می دهم. دوستو عزیز، مخلصان مهربان، حالا اینمو قطع تغییر و رجون ما واسه داشت که همین میگن قوطی قود من در لقوطی سسته قوطی قودش گذشته. اینه من وقتی من در لقوط شما من در لقوط شکر و اینه نگه که شکر بی قدم قربان خلو که قدم قربان کردیم همه را زن طبق خولی این همه خانم مارو خزان خوری میدن. در فروشگاه قالین های پیلا از 20 ایون تا 2 ایول تخفیفی از 40 تا 50% عمل میکند. قالین از ایران و ترکیه با رشته ابریشمی هیچ وقت با چنین نرخ نبود، اما اکنون هست. با نرخی دسترس قالین با صفت بگیرید، زیرا چنین امکانیت شاید دیگر دست ندهد. شتاب کنید تا فرصت از دست نرود. سراغ شهر دوشنبه، کوچه حسین زاده 10-1. تلفن تماس 97 404 40. پیلا، شهامت خانه از اینجا سر می شود. نداشتم از تو این چنین جدایی، گمان نداشتم از تو بی‌قدر وفایی، گمان نداشتم از این چنین جدایی، گمان نداشتم از تو ناگهان سفر کنی و خبرم نهایی. لا 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 لا. مروش خواه سبد گلی چیدم در گذاشتم، شکفتم و گلی زیغم بدنی هادم. سبد گلی چیدم در گذاشتم، شکفتم و گلی زیغم بدنی هادم. گمان نداشتم از بی‌قدر وفایی، گمان نداشتم از قدر جدایی، گمان نداشتم از این چنین جدایی، گمان نداشتم از ناگهان سفر کنیم خبر نهایی، گمان نداشتم از این چنین جدایی، گمان نداشتم از ناگهان سفر کنیم در برم نه. براو، ما اینجا مخلص داره. مخلصای من را ضبط کنیم. این همین 6 نفر مدوازه. در توی ها هم زنده می سرایید؟ فنگرام چی استفاده نمیبرید؟ فنگرام خودم خوندن نمیتونم. اون همینجا چند کس گفت کل فنگرام را یاد بگیر بعد بگو. هیچ وقت فنگرام نخوندید در توی ها؟ من میخونم. در توی ها؟ نه آخه. فقط زنده. زوری میاد کم فنگرام دا. زنده دیگه آخه. مزم گرفته با خدا کن همشان همجا میزنم فلک خدمت. چرا مزه‌تان گریخته است؟ اکنون هم گفتی که پوکی اجا درفتیم همی آوروغانش کیم هم خیلی شی. آوروغان یعنی چی؟
نمیام قطع میخوره بالا شوی خلادن که میخوری کن یعنی روغنین رو با آب با قرطق میگالتا در تویها آدمان گوناگونند در برابر مهمانهای عالی قدر و عالی عزت باز یک تا نیم تا بدمست سرخوش پیدا می شود که طبع آدم رو خیره می کند. با چین حادثه ها روبرو می شوید یا نه؟ هم در دوی مو هم خیلی قطعی روبرویم. چگونه شما از این شرایط میبرید؟ انمون را روش افتادیم با همون روش خودش با روش خودش میبینیم میجوزش در چی خیلیش که میگم تاریش میکنیم. چطور مثلا یک بدمست بیاید و غم بدهد و غم بدهد و غم بدهد چیکار میکنه؟ مردن میاد میگه که نمی باید بگو من فنگرم ندارم که من زنده ایم جوش هم باید میگم اون میگه گپی ما قدم قربون دا گذاشت کار میکنه میره سر میخده پودای کیسه. حالا یک سوری دیگر اگر تقدیم کنیم چی فکر میکنم بیننده ها شاد میشود. مرده کو ناز به ناز گل آمده غم زده کاکل آمده ناز به ناز گل آمده غم زده کاکل آمده باز خیرامان شدم باز خیرامان شدم به دستکش گل آمده ناز به ناز گل آمده غم زده کاکل آمده شبه می سوزانی موره ایلا لیلا بد نمی چشانی موره ایلا لیلا بد تشنه به دریا رفته می گیان گیان بشایی مدار رفته می ناز به ناز گل آمده هم زده کاکل آمده ناز به ناز گل آمده هم زده کاکل آمده باز خیرامان شدم باز خیرامان شدم به دستکش گل آمده ناز به ناز گل آمده هم زده کاکل آمده ناز به ناز گل آمده هم زده کاکل آمده غم زده کاکل آمده. این مالی کیست؟ این مالی جورای موشی علیم جان از این استاد طالبچه های سالایی که میدونی سالای 86 ساله گفتید که نامی همسرتان جانانه است گفتید برایش یک ترانه بخشیدید همچون رمز عشق و سپاس و دوستداری کدنم برا کدنم جانان همه عمر خریداریت ای جانان همه عمر خریداریتیم صد کس به من او ولیک من یاریتیم صد کس به من او ولیک من یاریتیم هر کس کی به پیش تو زی من بد گوید
هر کس که به پیش تو زیمه بدگویانه باور ننما یاری وفاداری تویم ای باور ننما یاری وفاداری تویم یارک ما بگه بی وفاگی نکنه با هر خس خار آشناگی نکنه بعدی 100 سال اگر بگورم گذری بویی به من رسد کفم پاره کنمه ای جانان همه عمر خریداری تیم ای جانان همه عمر خریداری تیم 100 کس به من و ولی من یاری تیم هر کس که به پیش تو زیمم بدگوید هر کس که به پیش تو زیمم بدگوینه باور ننما یاری وفاداری تیم ای باور ننما یاری وفاداری تیم ای باور ننما یاری وفاداری تیم عجایب. او در رو بایدونم پروست همش بایدم نمون یک سوال وقتی ضرب زنی شما با شیر افکن گفتید که کتمان چی است؟ این ترش میکنم چطوری؟ چوبق میکنم یک بار نشان بدید کتمان چی است؟ چوبق میکنم چوبق نه انتایی بزنیم با پخته میشه این واژه این همین کلمه در علم موسیقی هست کتمان؟ اما در چی با نیست مخمون خوشش کردیم شما یعنی خودتان؟ که مودم تری میگفتن یک بار کتمان زنید چی؟ لیای اوزون قدم جان این کتمان است؟ غیر از کتمان با چی دارید؟ رجدک رجدک چی است؟ رجدک رستوی با چی است؟ بعد ایسنه بعد اسنه بعد سنی بلوه ایسن چی است؟ ایسن شک برام شک ایسن چی؟ چه اسنه شوفا توی دارتیم همه جوره موشی قدام هم خیلی کتاره یای که فهمیدی؟ بعضم کادستم هم خیلی اون گرمید کشم یک قدام یا این نایم باید بگو خواهی گفتم بعد توی دو را فایرات کنم گفتم اینجا بیا آکای توی دو بگین همه میمون تا کیه بگو گفتم بگین بیرش که از مازش همه پارامون من خیلی نگاه که واقعی میمونی ما نیست همه شوفری خطا زده پدنالت کیف کرد شما نشناختید؟ شبکه مونده او شبکه نداشت شبکه کم دیگر اگرده درجه خویش اجرو کیسم بگوید که در یگان توی کشتل با کشتل شدید با یگان کسی یا نه؟ راستش رو بگید فقط نه نشیدم هیچ وقت؟ نکردم ما همی کشتل با کشتل میشیدگیش هم دو کلمش میگم چی میگوید؟ دو کلمه چی است؟ از چی عبارت است دو کلمه؟ منتظری اول تی بعد دامو تموم خود دامون یکی پاگم یا بو پول میندک شمرا میتا و اون تفنگی که در دستتان هست تفنگ حقیقی است؟ اجازه دارید برای استفاده تفنگ؟ ایو پلاسماسی نمیگم بازی چه است یعنی؟ مولاش اوه مرنگ هم نقلو گفتم 47 زبان میدونم ای خاک میدونم زبان خیلی میله میدونم اینک پسر قدم قربان نوروزی قدم همین گونه است؟ نوروزی قدم برای شما میسراید نوروز جان مرحبا
اگر فصلی بهارم میرسیدم سرودی ابرو باران نشونیدم اگر فصلی بهارم میرسیدم سرودی ابرو باران نشونیدم همیشه گل شهایی و پیشی پایک سر میکشیدم و مثل گل شهایی دانگرو و پیشی پایک سر میکشیدم بران اگر ببارده زمین گل بیکارم بران اگر ببارده زمین گل بیکارم پرنده ها بیخوانم پرنده ها بیخوانم سرود سبز خطا کردی خطای نوجوانی که روزه میروم به من میمانی خطا کردی خطای نوجوانی که روزه میروم به من میمانی تو به من جوان شیرین خور گردی به هر یک تاریم و گمزار گردی تو به من جوان شیرین خور گردی به هر یک تاریم و گمزار گردی باران اگر ببارده زمین گل بیکارم باران اگر ببارده زمین گل بیکارم پرنده ها بیخوانم سرود سبزگارم پرنده ها بیخوانم سرود سبزگارم برنامه را از کوه چیل دختران ولایت ختلان ناحیه آوازه‌داری مومین آباد به انجام میرسانیم. اگر زندگی دست داد و فرصت یابید حتما به اینجا بیایید، حتما به اینجا بیایید و شما افسانه رو، معجزه رو با چشم خودتان ببینید. خیر سلامت باشید.